متولدین ماه سرطان، سال 2026 برت سال بالغ شدن احساسی و ساختن امنیت نوست. امسال قلبت قوی تر میشه و از چیزی که قبلاً میترسیدی، حالا عبور میکنی. یک رابطه یا احساس قدیمی دوباره در دلت حرکت میکنه. این بار تو کنترلش را داری. در 2026 یک تصمیم خانگی یا فامیلی زندگیت را آرامتر میسازه. در کار، یک نفر که همیشه بی صدا تو را دیده بود، حالا کمکت میکنه بالا بروی. امسال باید از حساسیت‌های بیجا فاصله بگیری. هرچی محکمتر باشی، نتیجه ها بهتر میشه. یک تغییر کوچک در خانه یا جای زندگیت انرژیت را کاملا نو میسازه. در نیمه سال، یک فرصت مالی آرام و بدون ریسک برات باز میشه. اگر روی احساساتت کنترل داشته باشی، 2026 برات سال آرامش، رشد و نتیجه گیری است. این سال راهی نو برای هر متولد می‌سازد. اگر با قلب روشن قدم بگذاری، کائنات دروازه‌ها را یکی یکی برایت باز می‌کند.